که موږ ته ووایي چې څو کاله کېږي تاسې په آلمان کې ژوند کوئ او داسې مې اورېدلي چې تاسې دلته په آلمان کې زیږېدلي یاستئ، دلته پیدا شوي یاستئ. خب ما و سیرجان در آلمان تولد شدیم و مکتب ما در قصد ما فاصله دارم در یک شهرک دیگه است مگم در پولی پالو هست به نام غاتینگن و پرجام ما اگر غلط نکنم تقریبا 20 سال یا 15 سال یا 17 سال در آلمان هستن و مراجع ما فامیلشان در افغانستان هستن و از پرجا ما فامیلشان در آلمان، هلند، دیگه پال اروپا است. خیلی خوب. اگر مرحوم احمد ظاهر حیات می بودن اولین جمله همین جمله‌ای که می‌خواستین به احمد ظاهر بگوین چی بود؟ چی می‌خواستین برش بگوین؟ خب از نزدیک که می‌دیدم واقعا میگفتم که هنرمند تاپ افغانستان هستن و واقعا ازشان خواهش میکردم که یک کمپوس بر ما بدن یا یک آهنگ هر دو ما با سیرجان با نوازنده میخوانیم بسیار خوب. در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم، در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم، هوشیار نمی‌بینم، هوشیار نمی‌بینم. زما لپاره پوښتنه دا ده ساغر چې ته دلته زیږېدلی آلمان کې پیدا شوی بیا څنګه درته اسانه ده چې د احمد ظاهر د شعرونو انتخاب خو ډېر لوړ دی او سخت دی زده کول یې ستا لپاره څومره سخته وه او څنګه کولی سې چې مثلا دلته په آلمان کې لوی شوی او دومره ښې بیرته په مورنۍ ژبه دې خبرې وکړې او د احمد ظاهر د شعرونو انتخاب وکړې او زده یې کړې. بیشتر که گفتم احمد جان سلطان کلبای ما واقعا شعرهای بسیار مقبول دارن و عاشقی جگرخونی بسیار بر افغانستان و واقعا همیشه ما همین شعرها را میخونم، چند بار تکرار میکنم، از دوستا پرسان میکنم که شعرها هم تو هست یا کنم حرف دیگه داره یا پا واقعا بسیار شعر گرکونی یک میزاره ساغر جان، شما به افغانستان هم سفر کردین. زمانی که در افغانستان میبینین نوجوانان هم میبینین، جوانان هم میبینین که اونا هم رویا دارن اما فرصت برشون مساعد نیست، نمیتونن که به رویایشان برسن، چی احساس بر شما پیش میشه؟ همدردی شما یا وضعیت افغانستان به خصوص جوانان نوجوانان شما چه قسم ارزیابی میکنین؟ خب جوانا پیام این است که جوانا درس خود پیش ببرند افغانستان، امکانات پیدا شوند که درس بخونن با آرامی بی جنجال و دیگه خب متاثر میشم که ببینم جوانا نمیتونن درس بخونن، حالت بسیار خراب دارن و بله بسیار ما را جگرخون میسازن. شراب شرانه دواده فرات مدلی تو با جوال گلونا با ما روان دیارم غلط غمار کمی سور کمی سور کمی سور من تو رو را تازه تازه گلونا میزنونا تو را لارشانینگار دی کمیز تو ما تو رو را تازه تازه گلونا میزنونا تو را. همین مسیری که شما با ساغر جان یک جای دنبال کردین، دشواری‌هاش چی بود؟ مشکلاتش چی بود؟ چقدر شما با مشکلات مواجه شدین؟ یا اینکه ساده بود؟ اول که ساغر هر روز پیش استاد خود میرفتم، مامکتش میرفتم، ادی ما اونجا تمرین میکردیم و اول که ساغر هیچ کس نمیفهمید که آواز میخوانه، خب یک بار پیش استاد خود رفته آستاسا یاد گرفت و بسیار کار آدم باید بسیار سرش کار کنه، خب آدم باز میتونه به آرزوی خود برسه.
ساغر جان دغه کومې سندرې مخکې تا په خپلو خبرو کې ویل چې 8 سندرې ته خپلې لري. دغه 8 سندرې ستا خپل سبک دی که د همدغه هنر سندرغاړو لکه د احمد ظاهر و ظاهر و عایدا چې تا یادونه وکړه د هغوی په سبک سندرې وایې؟ خب 8 آهنگی که از خودم هستم به حساب ثبت خودم هستم و کان بسیار اونگاهی خوبم هست نافتنم نه و این بسیار به ثبت خودم غلط نکنم بسیار به ثبت خودم میخونم. سیار جان، ساغر جان تشکر بسیار زیاد. میشه که این برنامه را با یک شنیدن یک آهنگ اخیری خاتمه بخشیم؟ درست است، بسیار حتما چرا نه. و یک بار میخواستم دیگه تشکر کنم که در این برنامه زیبا شما ما را دعوت کردین و از همکاران شما تشکر میکنم و با اجازهتون یک آهنگ از خودم کمپوز از استادم و نام ایان وای وای چیزی باست و شعر شام از استادم از خدمتشون میخونم. بفرمایید.